دوستان عزیز سلام. امروز راستی که چخیل بگم یک سرودی رو در یوتیوب پیدا کردیم برای مردم افغانستان خوانده شده است، مخصوصا برای مسعود، که اون سرود این گونه است که مسعود تو کجای بدخشان فروختن. به نهایت یک سرود تاثیر بخش، یک سرودی است که باور کنید اگر هر یک مردم افغان این سرود را گوش کنه چقدر دلش به لرزه می‌دارد، چقدر یک حالت وزنین دارد امروز مردم افغانستان. و محض امروز 9 سپتامبر است، در تاجیکستان جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان است و همه مردم، همه خرد و بزرگ در این روز خرسندی دارند. پس ببینید که ما امروز چقدر خرسند هستیم و مردم افغانستان در چه حال هستند. پس مقصد این که ما باید شکرانه از تنگی و آرامی این سرزمین کنیم، شکرانه از آن کنیم که چنین سرور دولت داریم و چنین دولت ما آباد است، آزاد است، آرام است. جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را به هر یک کدام شما مبارک میگویم.